بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره أنت أحق من يحمد. اللهم صل على حبيبك وخليلك وصفيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. دوستان نهایت گرامی، بینندگان محترم شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما دوستان عزیز هستم در قسمت 55 برنامه احکام فقهی در پرتوی احادیث نبوی. در قسمت های گذشته این برنامه در خدمت شما دوستان عزیز احکام خواندن نماز، چگونگی نماز یا صفت خواندن نماز که از تکبیر تحریم شروع می شد و با گفتن السلام علیکم خاتمه می یابد. این احکام را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در چند قسمت گذشته خدمت شما عرض و بیان کردم که تکبیر تحریمه چگونه گفته می شود و بعد از تکبیر تحریمه و حکمش چی است و همچنین دعای استفتاح و خواندن اعوذ بالله و بسم الله و بعد از او خواندن سوره فاتحه و ضم سوره و همچنین رکوع و سجده و ادعیه‌ای که در رکوع و سجده و در بین رکوع و سجده خوانده می شود. این احکام را در پرتوی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در چند قسمت گذشته این برنامه خدمت شما عرض بیان کردم و قسمت گذشته قسمت 54 در مورد تشهد بود، چون احکام و آدابی که در رکعت اول بیان می شود عین احکام و آداب است که در رکعت دوم هم تکرار می شود و بعد از الا اینکه در رکعت دوم نمازگزار دعای استفتاح و اعوذ بالله را نمی خواند و بعد از خاتمه رکعت دوم به قعده می نشیند و احکام قعده را که چه حکم دارد و حدیثی که در مورد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده بود در قسمت گذشته خدمت شما عرض کردم و این قسمت هم ادامه امو مطلب است که در قعده اگر قعده اول بوده باشد فقط نمازگزار تشهد میخواند که مراد از تشهد خواندن التحیات است و اگر قعده اخیر بوده باشد که در نماز دو رکعتی فقط هم یک قعده است، قعده اخیر گفته می شود و در نماز 4 رکعتی قعده اول را قعده اول و قعده دوم میکند، بعد از 4 رکعت و قعده اخیر گفته می شود. در قعده اخیر بعد از خواندن که نمازگزار اول تشهد را میخواند و بعد از او درود بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرستد و بعد از او آنچه که در خیر دنیا و آخرت از به او دعا میکند و بعد از او سلام میگرداند. در این قسمت و در قسمت آینده ان شاء الله تعالی این مطالب را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما عرض میکنم. در مورد تشهد یا خواندن التحیات از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم احادیث متعددی وارد شده که علما میگویند که 24 صحابه تشهد را با الفاظ مختلف از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت کردند که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه و عبدالله ابن عباس و همچنین حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب و امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و صحابه دیگری هم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تشهد را نقل و روایت کردند که با الفاظ اندکی مختلفی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این تشهد روایت شده و افضل ترین تشهدی که از رسول اکرم یا صحیح ترین تشهدی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده مشهور به تشهد عبدالله ابن مسعود است که جمهور علما اخذ به این تشهد کردند و گفتند که این افضل ترین و یا صحیح ترین از نگاه سند و از نگاه لفظ تشهدی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده و جمهور علما به این اتفاق دارند که این افضل ترین تشهد است و بهترین تشهد است و علما و مسلمین این تشهد را در نماز میخوانند
و این حدیث، این مطلب یا تشهد عبدالله بن مسعود رضی الله عنه در حدیث متفق علیه، در حدیثی که امام بخاری و امام مسلم را از این صحابی جلیل قدر عبدالله بن مسعود روایت میکنند که عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمودند: التفت الینا رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم متوجه ما شد، خود را متوجه ما صحابه کردند و فرمودند که اذا صلى احدکم فلیقل، وقتی که یکی از شما نماز میخواند باید این را بگوید در نماز خود که التحیات لله والصلوات والطیبات، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. قسمت اول حدیث بر روایت‌های متعددی از عبدالله بن مسعود روایت شده. در روایتی که خدمتتان عرض کردم روایت امام بخاری هست و در این تعیین نشده که در کجا بگوید، اما در روایت‌های دیگری تعیین شده که حضرت عبدالله بن عباس، عبدالله بن مسعود فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که وقتی که یکی از شما در قعده می نشیند و تشهد را می خواند و باید این دعا را در تشهد در قعده بخواند. و همچنین الفاظ دیگری هم دلالت به این میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر این امر تأکید کردند و این دعا را به صحابه کرام تعلیم دادند و امر کردند که کسایی که این دعا را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدند به دیگران تعلیم بدهند. همچنین در روایت دیگری است که از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میفرماید که علمنا رسول الله صلی الله علیه و سلم التشهد کما یعلمنا سوره من القرآن، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مانند یک سوره از قرآن کریم تشهد را برای ما صحابه کرام یاد میدادند. و همچنین در روایت دیگری است در مسند احمد و که رسول اکرم که عبدالله بن مسعود فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم علمنی التشهد و امرنی ان اعلمه للناس، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تشهد را برای من یاد دادند و برای من امر کردند که به دیگران بیاموزانم. و همچنین در روایت دیگری در مسند احمد و در سنن نسائی آمده که عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمودند ان محمد صلی الله علیه و سلم قال اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحیات لله، که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما گفتند که وقتی که شما بعد از 2 رکعت به قعده می نشینید این دعا را بخوانید که التحیات لله. و همچنین در سنن امام ترمذی رحمت الله علیه آمده که حضرت عبدالله بن مسعود فرمودند علمنا رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا قعدنا في كل ركعتين ان نقول التحیات لله، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما یاد دادند که وقتی که ما بعد از 2 رکعت در قعده می نشینیم این دعا را بخوانیم که التحیات لله والصلوات والطیبات، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. التحیات لله والصلوات والطیبات، التحیات تمام عبادت های قولی و الصلوات تمام عبادت های فعلی و الطیبات تمام عبادت های مالی برای الله متعال است. و همچنین معانی دیگری علما کردند که مراد است التحیات عظمت و بزرگی یا قدر و منزلت یا بقا و دوام و همچنین سلامتی از برای الله متعال است. و همچنین به معنای ملک هم ترجمه کردند. و همچنین الصلوات مراد از صلوات گفتند که صلوات خمسه است یا نمازهای 5 گانه و یا عام عبادات و عام طاعات یا همچنین قبلا گفتیم عبادت های فعلی. و الطیبات گفتیم که مراد از او عبادت های مالی بعضی علما گفتند و بعضی ها گفتند که الطیبات هر ذکری که ذکر الله متعال مراد از ذکر الله متعال است یا هر کلامی خوب و طیب. و امام نووی و امام محب التبری میگوید که اشکالی ندارد که همه این مفاهیم در این کلمات جمع آوری شود که مراد از التحیات و همچنین الصلوات و الطیبات هم عبادت های قولی گرفته شود و هم عبادت های فعلی و هم عبادت های مالی و هم ذکر الله متعال و هم نمازهای 5 گانه و تمام عبادت ها و همچنین عظمت و قدر و منزلت بقای الله متعال. این همه مفاهیم در این کلمات جمع آوری است که نمازگزار با گفتن این کلمات تمام این مفاهیم را جمع میکنه که همه این چیزها خاص برای الله متعال است
و جز به او با کسی دیگری لایق نیست و فقط اوست که لایق این تمام عبادت ها و لایق عظمت و بزرگی است. بعد از این گفتن بیان کردن عظمت و بزرگی و همچنین اخلاص برای الله متعال باز شروع میکنه به درود بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. میگه که تحیات لله و الصلوات و الطیبات، السلام علیک ایها النبی، و سلام بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، سلام بر تو ای پیغمبر و رحمت و برکات خدا برای تو ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، و سلامتی باد بر ما و بر جمله بندگان نیک الله متعال. اشهد ان لا اله الا الله. بعد از درود با سلام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گواهی کلمه شهادت را میدهد که اشهد ان لا اله الا الله وحده، گواهی میدهم که جز الله متعال هیچ اله هیچ معبودی بر حق نیست، و گواهی میدهم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسول و فرستاده الله متعال است. و بعد از او در آخر حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ثم لیتخیر من الدعاء اعجبه الیه فیدعو. بعد از اینکه تشهد را خوان، هر دعایی که خوب می‌بیند این شخص نمازگزار به او این شخص دعا میکند، و هر دعایی که به مصلحت دنیا و آخرت از او باشد به این دعا میکند. و گفتیم که حدیث عبدالله بن مسعود جمهور علما به این اتفاق نظر دارند که بهترین افضلترین دعایی است که در تشهد خوانده شود. و امام بزار میگه که اصح حدیث عندي في التشهد حدیث ابن مسعود، صحیح ترین حدیثی که از نگاه سند و از نگاه متن روایت شد در باب تشهد حدیث عبدالله بن مسعود است. و همچنین امام مسلم رحمت الله علیه میگوید که انما اجمع الناس على تشهد ابن مسعود، مسلمان ها بر تشهد ابن مسعود اجماع دارند و همه مسلمان ها بر این اجماع دارند که این تشهد، این نوع دعا در تشهد خوانده شود. و همچنین امام محمد بن یحیی الزهلی میفرماید که اصح ما روی فی تشهد حدیث ابن مسعود، صحیح ترین آنچه که روایت شده در باب تشهد حدیث عبدالله بن مسعود است. و 24 صحابه این در باب تشهد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کردن، اما صحیح ترینش حدیث عبدالله ابن مسعود است. و حدیث دیگری هم و این حدیث دلالت میکند بر اینکه تشهد در نماز واجب است، چون میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فلیقل، باید این شخص در نماز خود این دعا را بخواند. و همچنین در روایت دیگری که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تاکید میکند که باید این را یاد بگیرند صحابه کرام و با دیگران تعلیم بدهند، و این هم دلالت بر وجوب آن میکند. و همچنین روایت دیگری امام نسائی از ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام علی رسول الله، السلام علی الله، السلام علی جبرائیل و میکائیل. قبل از اینکه تشهد بر ما فرض گردانده شود ما این را میگفتیم که در نماز خود که السلام علی الله، السلام علی جبرائیل و میکائیل. و بعد از اینکه تشهد فرض شد ما این دعا را خواندیم که تحیات لله. این احادیث روایات همه دلالت به این میکنند که تشهد در نماز واجب است، و اگر ترک شود نماز انسان کامل نیست، و اگر سهوان کند باید به سجده سهو جبران گردد. و احادیث دیگری هم گفتیم که از در مورد تشهد وارد است، از جمله حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنه و حدیث امیر المؤمنین عمر بن الخطاب و علی بن ابی طالب، که حدیث عبدالله بن عباس هم در امام مسلم و سنن ابو داود روایت شده و کمی اندکی فرق است با حدیثی که عبدالله بن مسعود در باب تشهد روایت کرده، که عبدالله بن عباس رضی الله عنه میفرمایند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یعلمنا التشهد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما تشهد را یاد میداد، و او تشهد یاد میداد این چنین بود که التحیات المبارکات الصلوات الطیبات لله السلام علیک ایها النبی، و باقی ماندهش با تشهد عبدالله بن مسعود فرق نمیکند، فقط فرقش در ابتداست که در اینجا آمده که التحیات المبارکات الصلوات الطیبات. و لذا بعضی علما از جمله امام شافعی گفتن که افضل ترین تشهد عبدالله بن عباس است که در اون اضافه مبارکات آمده. و اما جمهور علما احناف و امام احمد و امام شافعی در یک روایت
و دیگر علمای زیاد گفتن که افضل ترین تشهد در باب تشهد عبدالله ابن مسعود است و بعضی از علما امام مالک در یک روایت تشهد عبدالله ابن عادت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب را گفتن که چون ایشان در سر منبر بالا شدن و تشهد را بر مردم نقل کردند و گفتن که این تشهد را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیده ام. و امام نووی و علمای دیگر میفرمایند که همه این تشهدات در روایت صحیح وارد شده و هر یکی بر هر یکی عمل بکند اشکالی ندارد، اما بنا به قول جمهور علما افضل این است که تشهدی در تشهد امور روایت دعای خوانده شود که در حدیث عبدالله ابن عباس از عبدالله ابن مسعود روایت شده که التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. البته در وقت گفتن اشهد ان لا اله الا الله همچنان که در قسمتی گذشته بیان کردیم اشاره سبابه را انجام میدهد و سنت است که اشاره سبابه را انجام بدهد و در وقت گفتن اشهد ان لا اله الا الله نظرش هم به طرف انگشتی از او بوده باشد و اشاره سبابه را گفتیم که با سه طریقه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده، یکی اینکه پنجه خنثی وسطا و ابهام خود را حلقه میگذارد و پنجه ابهام خود و پنجه سبابه خود اشاره میکند و طریقه دوم این است که هر چهار پنجه خود را بسته میکند و پنجه سبابه خود بلند کرده اشاره میکند و طریقه سوم هم این است که سه پنجه خود را بسته میکند و پنجه ابهام خود را باز میگذارد و پنجه سبابه خود اشاره میکند و این پنجه اختیار شده برای اشاره سبابه به خاطر از اینکه رگ‌هایی که از این پنجه رفته مرتبط با قلب است. وقتی که این پنجه در حرکت میافتد قلب انسان در حرکت میافتد و در نتیجه قلب انسان هم گواهی میدهد که جز الله هیچ الهی نیست و لسان انسان هم گواهی میدهد و جوارح یا بدن انسان هم گواهی میدهد که جز الله هیچ الهی در این کون نیست. بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه خدمت شما هستم با بیان این مطلب، با ما باشید. عمر خود را غنیمت شمارید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که مردی را نصیحت می کردند خطاب به وی فرمودند 5 چیز را پیش از رسیدن به 5 چیز غنیمت بشمار: جوانیت را قبل از پیری و تندرستیت را قبل از بیماری و توانگری را قبل از تهیدستی و فراغت را قبل از گرفتاری و زندگیت را قبل از مرگ. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه می فرمودند من بدم می آید از انسانی که او را بیکار می بینم، نه به کار دنیا مشغول است و نه به کار آخرت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان نهایت گرامی، با سلام مجدد خدمت شما هستم با ادامه مطلب سابق که درس ما درباره قاعده هست و در قاعده گفتیم که اول تشهد را میخواند و تشهد از صحابه متعددی با الفاظ کمی مختلفی روایت شده که نزد جمهور علما افضلش تشهدی است که عبدالله بن مسعود را روایت کرده و خدمت شما عرض بیان کردم. و بعد از خواندن تشهد نمازگزار شروع میکنه به درود بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و در مورد درود هم احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده که به صحابه کرام تعلیم میدادند و الفاظش اندکی مختلف هست و بهترینش درودی است که به نام درود ابراهیمی است
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. و این درود در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده، از جمله حدیثی است که امام مسلم و امام نسائی و ابو داود و امام ترمذی و ائمه دیگری ابن حبان و ابن خزیمه و حاکم و بیهقی از صحابی جلیل القدر ابو مسعود بدری روایت میکنند که حضرت ابو مسعود بدری که نامشان عقبت بن عامر انصاری بود و از قبیله خزرج بودند و نسبتشان به طرف بدر به خاطر اینکه که در بدر سکونت میکردند و ایشان در جنگ بدر شریک نبودند، چون در وقت جنگ بدر سنشان خرد بود و بعد از او در غزوات دیگری با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شریک بودند و در بدر سکونت کردند و بعد از او انتقال یافتند به کوفه و در آنجا وفات کردند. ایشان میگن که قال بشیر بن سعد یا رسول الله امرنا الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك. حضرت ابو مسعود بدری عقبت بن عامر میگه که در روایت دیگر میگه که ما در مجلس سعد بن عباده نشسته بودیم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تشریف آوردند و در اون مجلس نشستند و بعد از او یکی از این صحابه به نام بشیر بن سعد که پدر نعمان بن بشیر بود و بشیر بن سعد انصاری و خزرجی از پرسیدن از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدن که یا رسول الله امرنا الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك. ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم الله متعال برای ما امر کرده که ما بر تو درود بفرستیم و مطلبشان امو آیه است که الله متعال آیه 56 سوره احزاب که الله متعال میفرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، که در این آیه الله متعال به مسلمانان امر میکند که شما بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درود بفرستید. این صحابه جلیل القدر بشیر بن سعد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ما به تو ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چگونه درود بفرستیم. راوی این حدیث ابی مسعود میگه که فسکت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اندکی سکوت کردند ثم قال و بعد از او فرمودند قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که شما چنین بر من در نماز درود بفرستید و بگویید که اللهم صل علی محمد، ای بار اله درود بفرست بر محمد و بر آل محمد همچنانه که درود فرستادی بر آل ابراهیم، بر ابراهیم و بر آل ابراهیم و برکت عنایت فرما بر محمد و بر آل محمد همچنانه که برکت عنایت فرمودی بر ابراهیم و بر آل ابراهیم. انک حمید مجید، ای بار اله تو صاحب حمد استی، تو حمد گفته شده استی. حمید صیغه مبالغه است، هم به معنای محمود می آید و هم به معنای حامد. به معنای محمود به این معنا که همه بندگان حمد تو را بیان میکنند، تو حمد تو بیان کرده شده است، هیچ کسی نیست که حمد تو را بیان نکند. و همچنین به معنای حامد میگه که تو هر کسی که حمد تو را بیان میکنه تو ثواب حمد از او را میدی. پس تو ای الله متعال حمد و درود ما را درباره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قبول بفرما و بر او ثواب و اجر درود ما را بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برسان. و مجید استی، صاحب مجد و صاحب شرف استی. بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند در آخر حدیث و السلام کما علمتم، این چنین درود بر ما فرستادن بر من است. و السلام کما علمتم، اما سلام دادن همچنانه که شما دانستید. یعنی در باب تشهد به شما تعلیم دادم که در وقتی که تشهد را میخوانید، التحیات را میخوانید، بگویید که السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. کما علمتم همچنانه که شما دانستید، یا کما علمتم همچنانه که شما تعلیم داده شده اید که ما برای شما در باب تشهد طریقه سلام دادن را تعلیم دادم. و این حدیث هم دلالت میکند بر اینکه
انسان وقتی که بعد از تشهد را خواند باید بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درود بفرستد و در این روایت صریح نآمده، اما در روایتی که ابن حبان رحمت الله علیه روایت میکنه در اون صریح آمده که این درود در نماز است، چون در اونجا میگه که صحابه نعمان بن بشیر بن سعد سوال کرد که فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا في صلاة فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا، وقتی که ما نماز میگذاریم در نماز استاد میشیم در نماز خود چگونه بر تو ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درود بفرستیم. پس این دلالت میکنه که این سوال در مورد است که طریقه درود فرستادن بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز چگونه است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برایشان این درود را که مشهور به نام درود ابراهیمی است تعلیم دادند و درودهای دیگری هم روایت شده در احادیث صحیح که امام بخاری و همچنین امام مسلم و همچنین امام احمد و اصحاب سنن و امام بیهقی و حاکم را روایت میکنند. از جمله حدیث به نام حدیث از صحابه جلیل القدر کعب بن عجره که در صحیح سته آمده و ایشان فرمودند که قلنا یا رسول الله قد علمنا او عرفنا کیف السلام علیک، ما دانستیم که چه رقم بر تو ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلام بفرستیم، همچنانه که در قاعده در تشهد بر تو سلام میفرستیم. فکیف الصلاه، پس درود بر تو چه رقم بفرستیم ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم؟ ایشان فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که قولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صلیت علی ابراهیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم انک حمید مجید. الفاظ این درود هم با درود حدیث عبدالله بن مسعود فرق نمیکنه، همون درودی است که در اونجا آمده به نام درود ابراهیمی. و در مسند امام احمد از صحابی جلیل القدر بریده رضی الله عنه آمده که در اونجا الفاظش با کمی فرق است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که چنین بگن که اللهم اجعل صلواتك و رحمتك و برکاتك علی محمد و آل محمد كما جعلتها علی ابراهیم انک حمید مجید. ای بار الها تو درود خود را و رحمت خود را و برکت خود را بر محمد و بر آل محمد عنایت بفرما و همچنانه که بر آل ابراهیم عنایت فرمودی و تو صاحب حمد و صاحب مجد و شرف هستی. و در حدیث متفق علیه از صحابی جلیل القدر ابی حمید ساعدی روایت شده که صحابه کرام فرمودند که یا رسول الله کیف نصلی علیک، ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما بر تو در نماز چگونه درود بفرستیم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند قولوا اللهم صل علی محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حمید مجید. در اینجا تقریبا فرقش این است که ازواج را و ذریه را به تفصیل ذکر کرده، در آنجا آل محمد آمده و در اینجا تقریبا شرح از اوست که مراد از آل محمد ازواج محمد و همچنین ذریه محمد صلی الله علیه و سلم است. پس درود فرستادن در نماز از جمله واجبات نماز است بنا به قول بعضی از علما، چون دلیل گرفتن با این احادیث که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تاکید کردند و با کلمه قولو صیغه امر صحابه امر کردند که شما چنین درود به ما در نماز بفرستند. لذا امام شافعی و امام احمد و اسحاق و عده از علما و از بعضی از صحابه مثل عمر رضی الله عنه و عبدالله بن عمر و عبدالله بن مسعود و بعضی از تابعین امام شعبی و دیگر علما روایت شده نقل شده که این درود فرستادن در نماز واجب است بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و کسی که در نماز بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درود نفرسته نمازش ناقص است و اگر اشتباها نفرسته سجده سهو برش لازم میگرده. و اما عده از علمای احناف قولشان این است که درود فرستادن بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم واجب نیست بلکه سنت است و اگر کسی درود را ترک کنه نمازش کامل است، اما سنت است که باید بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز درود بفرسته. و علمایی که چون گفتن که در حدیث مسیء الصلات که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که به او شخص طریقه نمازان را یاد دادن در اونجا درود را ذکر نکردن، لذا
اکثر علما اکثر فقهای احناف و فقهای مالکی و امام ثوری و امام اوزاعی و امام طحاوی و امام نووی و علمای دیگری قولشان این است که درود فرستادن بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سنت است، سنت مؤکد است در نماز، اما واجب نیست. و علمایی که قول به وجوب دارند عده از آنها گفتند که هم بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم واجب است و هم بر آل از او، اما عده قولشان این است که فقط بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درود فرستادن واجب است و اما به آلش سنت و مستحب است و واجب نیست. و در این شک نیست که درود فرستادن بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از جمله بهترین اعمال و افضلترین اعمال است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی به این امر تاکید کردند و چی در نماز باشه چی در غیر نماز باشه، وقتی که نام مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یاد میشه، حق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر بالای هر مسلمان این است که باید درود بفرسته. وقتی که نام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را میشنوه باید به او درود و سلام بفرسته، چون در حدیث است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به منبر بالا شدن و 3 بار آمین گفتن. وقتی که از سبب آمین گفتن از او صحابه کرام استفسار کردن، پرسان کردن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که جبرائیل به ما 3 چیز را توصیه کرد، از جمله 3 چیز یکی این بود که خواب و خسر من ذکرت عنده ولم يصلي علیه، کسی که نام من در نزد از او یاد میشه و او بر ما درود نمیفرسته و با خسران و در زیان است. و ما این وقتی که جبرائیل این را گفت من آمین گفتم. و همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ترغیب کردند که کسی که بر من یک درود میفرسته الله متعال بر از او اجر و ثواب 10 درود را میدهد. و همچنین امر الله متعال در قرآن کریم است که یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، درود فرستادن لذا بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از جمله بهترین و افضلترین اعمال است به شکل عام، اما در نماز بنا به قول بعض علما واجب است. اگر ترک از او نماز را نقصان پیدا میکنه و اگر سهوان باشه باید سجده سهو کنه. و اما جمهور فقها قولشان این است که واجب نیست، فقط خواندن التحیات در نماز واجب است، اما درود فرستادن سنت است. و وقت برنامه ما در اینجا به پایان میرسه و تا با قسمت آینده با شما خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.